خوشتان میاد و لذت میبرین. خیلی زیاد. اعتماد به نفس زیاد بالا نیست. شاید دیگه بعد از لیلا شدن بالا شد. نداره باز گپ هست که میخوایم روی فاطمه جان باید شریک بسازم. این که مثلا غزال درنگ است، دروغگو است، مثلا بسیار شخصیت خراب داره. ما که خودم بدی کردم. خب نه میری شما فاطمه میری میبینین در ویدیو دروغ نمیگی. نه این قدر مهربان است. در حقیقت این قسم یک انسان است که در پیش روی یک قسم پس پیش دیگه قسم. نه ما چپ نمیمونم دیگه. من همیشه خودم گفته بودم که از حق خود باید دفاع کنی توی مقابل دوستا. نمیشناسمت نمیشناسی، همه چیز از ما خلاص شده نمک قبول. سلام به تمام شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوار هستم که جور صحتمند و سرحال باشین در هر گوشه جهان و دنیا که هستین. یک بار باز من غزال نظری در خدمت شما خوبان قرار دارم. امروز آمدیم اسلام آباد. یک پارک است، نام پارک نمیفهم که چی است نام پارک. خب یک پارک است دیگه، بسیار جای مقبول، جای خوشایند و زیبا است. ما تنها نیستم بلکه همراه فامیل هستم. امروز ما فاطمه جان هم زنگ زدم، فاطمه امیری را، که امروز بیاید کچک برنامه بگیرم. یکی چی برنامه است نمیگم به شما، مطمئن هستم که از این برنامه خوشتان میاد و لذت میبرین. و اینجا چی میگم، شتر است. ما بسیار شتر خوش دارم، دوست دارم، مگر متاسفانه که کمک گرمی است، یک قسم بوی میته. از او خاطر نمیخوایم که زیاد نزدیکش برم، گرچه یک ویدیو همراه جور کردیم ببینین. و این بسیار محبت میکنم روی انسان ها، آدم ها. ما زیاد نمیخوایم باز نزدیک شم، سعی که دوستای عزیز ببینین. از این گاو ما تعریف کردم. نه دیگه بچیش، نه دیگه این میخوای که ما لمسش کنم، مگم نه نمیخوایم لمسش کنم. من تیر دوستای عزیز به خاطر که اونو بیشتر بسته بود، اونو چادره که کش میکنی بسیار به محبت نزدیکت میشه، حالا میخوای بخورید. خود دوستای عزیز من میخوایم برم داخل پارک برم و فاطمه جانم میایه بخیر. خب دوستای گل نازنینم، قسمی که میبینین آمدم داخل پارک شدم. بسیار جای خوب است و موزیم است، فکر کنم چیزای تاریخی از است. خب دوستای عزیز هوا هم بسیار گرم است و اینجا هم دیگه هفته از دیگر است. خوب از دیگه فامیل لذت میبرن. من اینجا تنها منتظر فاطمه جان هستم. این از چه وقت منتظرش هستم نمیفهمم دیگه چی میگه. حتما دارایش خود مصروف بود. چی بیا اینه آمد بخیر. چی روانت با ایشور رقم شاه سنم خیرامان کدم یایی. سلام چی حالی؟ خوب هستی؟ خوب است. سلامت باشی. خودت چی حالی؟ خوب هستی؟ صحت خوب است؟ دختر مقبول، دختر سلامت باشی. خودت چی حالی؟ خوب چی هستی؟ استایل مقبول زدی امروز. سلامت باشی. همچنان خدا که نام خدا چقدر مقبول شدی. چشمایت مقبول شده. جدی میگی؟ چقدر کردی؟ ما یک ساعت اینجا منتظرت. رابندی خیلی باش که میکم روشن است. رابندی در اینجا چی؟ اینجا رابندی چی میکنه؟ در کابل جان وقت رابندی زیاد است. خدا پاکستان اسلام آباد اصلا رابندی نیست، دروغ. اول دروغ. خب فکر کنم دارایشت زیاد وقت در بر گرفت. فرایشت چطور؟ نه برق نداشتیم در خانه از خاطر بیا که ما نوشت تو بریم اینجا دیگه. بس از دیگه هفته یافته او چی میگم دسی وی کړه ولما په دې مر کې او ګرمي هم ډیره زیاته ده. او میرمن فاطمه امیری په میک اپ کې بیزی او پته نشي چی کوله. او خب فاطمه را بگو که چی حال چی احوال. برنامه را شروع میکنیم. حالا کمک اینجا گپ میزنیم. چطور هستی؟ خب در خود خو از سلام، خدا کنه که خوب باشین، لباس سفید به تن داشته باشین. دوباره خوش آمدین به یکی از برنامه غزل جان. دیگه غزل جان خدا که چی حال داری؟ شکر خدا خوب هستم از فضل خدا. خب خدا را شکر که خوب هستی. عزیزانم چند فیصد خوش شدی؟ 100%. چرا دروغ میگی؟ نه دروغ گفتن عادت ندارم. ارمی علاقمنده فاطمه امیری میفهمن. اوه علاقمندم داری؟ خیلی زیاد. اعتماد به نفس زیاد بالا نیست؟ شاید دیگه بعد از لیلا شدن بالا شده. خود دوستای عزیز همراه ما باشین. ما برنامه ما رو شروع میکنیم. یک جای مناسب پیدا کنم که همراه فاطمه امیری به خاطر چی اینجا خواستیم، چرا خواستیم، ایره شما ببینین و بشنوین. به خاطر که بازی گپاس میخوایم همراه فاطمه جان بحث کنم، دوارش گپ بزنیم که موضوع چی است و فاطمه امیری چی کرده. ما ترسیدم یکم. خیلی را باز گپ میزنیم. فعلا میخوایم یک جای مناسب پیدا کنم. بله با ما باشی. دیگه خط از باید میگی سایز برو.
دروغ گفتن عادت ندارم. خب دوستای عزیز، دروغ گفتن عادت نداره. باز گپا هست که میخوایم امروی فاطمه جان باید شریک بسازم. خب من فاطمه جان واقعا در اصل بسیار دوست داشتم، هیچ امیدی نداشتم از فاطمه. من این گپ یعنی پیش از این میخواستم برش بگم، در تلفنم بگم. خب برو بسیار خوب است، به خاطر که میگه دو چشم با هم یک جای شون، یکی از دیگه میسوزه. حتما یک چشم میگم میسوزه، اون یک چیز است. اولی که مثلا درباره ما بسیار گپای بد زشت امرای بازی کسات، من هیچ توقعش نداشتم با امرای ازش ششتی درباره ما تو غیبت کردی. کیا هستن و غزل جان؟ میشه که نامشون صاف صاف برام در برنامه بگی تا بتونم که من برات راست بگم. کارهای ما اصلا خوب صحیح میشناسی. این که مثلا غزال درنگ است، دروغگو است، مثلا بسیار شخصیت خراب داره. ما که خودم بدی کردم. خب نه خیر سیز غزل جان، ما تو میکنم سیز وای فای میگیریم، زنگ میزنیم، درست است؟ برشان زنگ میزنیم. ما دختر خانم ما نگفتی خیلی دختر خانم میگفتی من گله نمیکنم. دوستای عزیز، این که رفتی مثلا از جنس خود رفتی به یک بچه یا به یک مرد درباره ما گفتی، از این واقعا من بسیار زیاد خفه شدم. چرا؟ نه خیر ما تو میکنم از دل زنگ بزن سیز. اینا ما میال چی هستک؟ اگر ما ایره گفته باشه فاطمه میری نباشم. نه فاطمه میری هستی، اگر قدر بگوی من فاطمه میری نیستم هستی. خب من توقع رسو نداشتم. من واقعا فاطمه جان مثل خواهر خود دوست داشتم. مگه می توقعی که تو بری در زمکارایی که ابوی که غزال بسیار بی شخصیت است، اصلا گپ زدن خانه میفهمه چی است که اومده به من نصیحت میکنه. نه غزل جان ایره برات کی گفته؟ اگر من گفته باشم میفهم که برنامه از برخیر باشم. دروغ نمیگی، سیف خنده دارن. نه نمیفهم کو چرا. خب اون مرا گفت که در برنامه یادآوری نکن. بعد از ما گفتم نه، چیزی که حقیقت است باید در پیش مقابل دوستای نمیگم. این گپ خاص غزل جان نه بسیار خوب کردی که تو بر ما در برنامه گفتی. واقعا اگر اون مرد پیش من بود از دست چپ من در روی زو سلی میزدم، چون این گپ است از دل. من اصلا عادت ندارم دروغ بگم، چون که تو تربیت من نشده. خود غزل جان اگر من به تو میبودم روز اول من غزل جان بلاک میکردم. فامیل من اصلا مرا اجازه نمیده که من آهنگ بخوانم، اما من غزل جان که دوست دارم. فامیل من تا که بیادر مرا میگه که همیشه که غزل جان ویدیو بگی. بیادرم یک شخصیت کی است، بچه خو گپ دور مر نمیمانه که من برای دخترها دوستی داشته باشم. خب من عزیمی میگم نه که همیشه در مقابل من تو از من خوب تعریف میکنی. خیر کدام انسان نه کدام انسانی دروغ گفتم و یعنی از دل شما میبینه که چقدر صمیمی هستین ناله. بسیار لیلا دوست عزیز، ما با لیلا جان دوست خوبی کردم از هر لحاظ. او را یاد نمیکنم که چی کردیم چی نکردیم، هر کس به خدای خود میکنه. باز وقتی که ما در سنه نبودیم فکر کنم نوری صاحب یک برنامه اولاد میگرفت، او گفته بود که غزال در کجا است، تو گفتی که مهم نیست و چی است. با خدا که نیست نوری صاحب شما نگفته بودی نه؟ بله. چرا؟ نه بیا وای فای بگی نوری صاحب میاد زنگ بزن تو رو به خدا اگر تو کنی بیا. نه وای فای هر کس که گفته پیش نوری صاحب گفته تو رو به خدا نیست که خود غزل جان تو میری سر یک انسانی که دروغ میگه تو باور میکنی. اول بیا از من من به تو افتخار میگم غزلی گپ گفتم. افتخار نیست که تو در مقابل من قسم باشی. ما چرا بگم تو رو به خدا من چرا بگم؟ نه من چی نیاز دارم بگم وقتی که من یک نفر از دل جان که خلاصه قسمی که لیلا میری را شما فاطمه میری را میبینین در ویدیو دروغ نمیگی. نه این قدر مهربان است. در حقیقت این قسم یک انسان است که در پیش روی یک قسم پس پیش دیگر قسم. نه ما چپ نمیمونم دیگه. من همیشه خودم گفته بودم که از حق خود باید دفاع کنی. من امروز از حق مقابل کامرا نمیفهم. سیز غزل جان شاید کس بر تو دروغ گفته باشه. هر کس که دروغ گفته نامرد باشه. به خدا من هیچ تو نگفتم. چرا من دروغ بگم؟ ابی اگر غزل جان میگه که رفتی با یک کس گفتی که غزل یک خدا نکنه شخصیت بد داره، ما به خدا میگفتم ما گفتم. به خدا میگفتم در خانه همشری من نه بعد از سه کما 6 تیم گپ زدیم قصه کرده بودیم. سعید میفهمی کامرامین ما فامیل من گفت خیر دختر است غرض نگی نگو برش. من گفتم یک برنامه میگیرم تا مقابل کامرا به همین شخصیت لیلا میشم در پیش روی کامرا چقدر مسئول میشم. اصلا دروغ میگه غزل توی چی گفتن نمیتونی به فاطمه بری. نه باز فامیل میگفت که بعد از این دمیجه در پیش روی مقابل دوستا نمیشناسمت نمیشناسی همه چیز از ما خلاص شده نم قبول. غزل جان ارمی گپ که از من میفهمی از دل چی عادت ماست. فکر میکنم تا بال خود جنگ چیز در بین همکارا چیز نشده، اما من شنیده بودم که یک همکار اما تو یک گپ گفته بود. یادم آمد یک حرف گفته بود. برو نامم میگیرم چون گفتم دروغ گفتن عادت ندارم. به همسر
مرد خانه بیاب کرد گفت تو در کار میری یا گفت که تو به خاطر این حرفای بد میری؟ درباره من گفته بود. نه او گپای از او بود. ناق مرا در بین چی کرده بودن که فاطمه به تو گفته. من برش گفتم رخ به رخ گفتم گپ میزنیم 3 نفره. گفتم که من عادت ندارم که پیشریتون گای فاطمه جان صدقه چم روی تو رو بوس کنم و گفتم برم در بین 3 نفر گفتم جنگ بکنم. گفتم ما میایم، گفتم که یک تیمه میشینیم گپ میزنیم. خب ببین خوی گپ سیس ما حوصله ندارم. گپ حقیقت تو دروغ میگی، راست بگو. نه گپ حقیقت دروغ نیست. قسم بده اونورا که یک قطع است یا دروغ است. من از خاطر گفتم خودت مریض هستی، خدا نخواسته از من خفه نشی. نه غزل جان حوصله کردم دیگه از ما تو یک بار پرسان که فاطمه تو گفتی نگفتی این پرسان نمیکنه. پرسان من دوست ندارم که امروز قسم انسان دیگه دوستی داشته باشه. هر چی است خیر غزل جان سه که خودت قلب مهربان داری، اما چرا سر دروغای میری باور میکنی؟ نه به من ثبوت نشان داد. اموجا شما گپ زده بودین ویدیو گرفته بود که غزال چی است، هیچ شخصیت نداره، تو اومدی از او لاک میگیری. شخصیت گفته باشم والله قسم شب من گنگه شوم به خدا. اگر صبح ما گپ زدم برا شب گنگه شوی یزی بیا زیاد چی هستی به خدا. چون گریان نکالی؟ چون گریان میکنی؟ نه میکنم. نه گریان نکن. دوستای عزیز اینمی بود چی میگم کامره مخفی که اصلا شما هم نگفتم ور خطا شده بود که شب گنگه شد. دیگه من نتونستم تحمل کنم. به خدا من تو گپا رو هیچ وقت نمیزنم. میفهمین چرا؟ چون که بخینه چشماش اشکبار شد. چرا گریان میکنی علی؟ آخه تو میگی رفتی سر از دو باور کردی. بگو شوخی دارم. خوی شوخی بود، کامره مخفی بود. بیا. من میگم بیا که بر زنگ بزنم که گفتم این میگه که ویدیو دارم. گفتم که شاید خیر گفتم او دیگه دختر باشه. چون فاطمه میره درباره غزل اگر روز تو برو کافر باشه. نه خدا نکنه. من میفهمم سر تو باور دارم. خواستم که یک برنامه متفاوت داشته باشم، فقط حوصله تو امتحان کنم که فاطمه میری چقدر راست است، چقدر مثلا فیک است. مگم واقعا چیزی که در زندگی حقیقیش است اونم همیشه است و ببینین که بخی ور خطا شده بود. اگر دروغگوی میبودم میگم نه غزل جان من گفتم بیا زنگ میزنیم گپ میزنیم. نه که چرا تو سر دروغگوی باور کنی؟ به خدا راست میبود من رفتم غلطش میکنم. حضور داری؟ دارم. یا من ور خطا شدم گفتم ما کت بچه تیمی چی گپ نمیزنم. ما با کی رفتیم تو گفتم با هیچ کس نگفتیم. خب دیگه هیچ تو مثلا چیزی نبود که من میگفتم که قسم خاص سریال لیلا یک بهانه بود، خواستم از اونمو یک استفاده کنم به خاطر کامره مخفی. گرچه کامرامین ما دوستای دیگه هم خنده میکرد خو کمک شکشته بودی. نه من راست فکر کردم چون کمک احساساتی شدم. وقت که گفت که فاطمه اتو ما باور نمیشه دی غزل، چون ما میفهمم غزل چه وقت تو گفتن نمیتونه. خازم خاطر گپای زشت زدم گفتم باشه کمک جریان کنی. خب لیلا جان روزگار چطور میگذره؟ در پاکستان زندگی چه قسم است و میشه که در باره زندگی شخصیت کمک معلومات بده؟ چون همیشه دوستا میگن که لیلا جان لهجه داره. بله. لهجه تو به خاطر چی است؟ مادر جان پشتو زبان است، پدر جان پشتو زبان است یا دری زبان تاجیک است؟ میشه این باره کمک معلومات بدی به دوستا که تو خودت چرا لهجه داری؟ گرچه خود ما لهجه دارم چون ما پشتو زیاد صحبت کردیم از او خاطر و خودت میشه معلومات بدی به خاطر دوستا. خب غزل جان مثل که خدا که میفهمی و نیم دوستای ما میفهمن که من دورگه هستم. پدر جان از افغانستان هستن، مادر جان از ایندیا هستن و ما در محیط افغانستان بزرگ نشدیم. ما در پاکستان به دنیا آمدیم و در افغانستان زندگی کردیم، یعنی بزرگ نشدیم و 5 سال ما در پاکستان بودم. از خاطر از اینکه در مسافرت تیر کردیم من میکس هستم و کمک که حرف میزنم لهجه ما چینج میشه. و درباره روزگار که گفتی والا دختر شیرمرد هستم، در حالت در غربت در چیز شکر الحمدلله میگم. خب بازم والا سوال خود سخت کردی. چه بانم یا بگویم؟ نه بگو، باید بگوی چیزی که حقیقت است باید بیان کنی بگوی. خب دوستای عزیز ما فکر میکنن که فاطمه امیری یک میلیونر است. ما سر خود چه غرور نکردیم. الحمدلله حق است که من میتونم خرچی خود کنم و مثل که از میفهمن که من در سریالا که کار میکنم و من از مو سریالا که درآمد برمیتن من از مو یک خرچی خود میکنم یا ما میخوایم که با فامیل خود یک زندگی آرام بسازم و آرزوی من است که یوتیوب چنل من مونتایز شه و بتونم که با فامیلم چیز کنم. ان شاء الله که شما هم برین چنل فاطمه جان سابسکرایب کنین که بخیر سرایت بیا یک پیسی شنیم کنیم. ان شاء الله. میتی برام
میرن چند شمیتی کل برات. شبرت میتم. تشکر، زنده باشی. خب فاطمه امیری اگر انتخاب کنه بین دو کشور، مثلا کشور از طرف مادرش که از هند است و از طرف پدر که از افغانستان است، افغانستان انتخاب میکنه یا هم هند؟ هیچ کدامش انتخاب نمیکنم. میفهمی چرا؟ دو سردوش دارم، پاکستان هم دوست دارم. انتخاب به خاطر از این میکنم چون که این کشورها هیچ بر ما آرامی نداده، هیچ زندگی خوب نداده. خیر من چرا انتخابشان کنم؟ کاش که یک زندگی خوب داشته باشم که باز من او را انتخاب کنم. خب یعنی در بین هر دو کشور یکشم نمیخوای انتخاب کنی؟ نه، اگر بخوای در آینده در یک کشور زندگی کنی، کدام کشور دوست داری که بری سفر کنی در او کشور زندگی تسپری کنی؟ خب غزل جان، ای که من بزرگ شدم و زیاد شوق علاقه‌مندی به ترکیه پیدا کرده بودم یک 4-5 سال پیش. باز در درس که مصروف شدم از یادم رفت. نه فعلا این سال من آرزو میکنم به خود که بتونم که ترکیه برم و زندگی اونجا کنم. بسیار خوب. کامنت های منفی چقدر مثلا روحی شما را مثلا روحی خود از دست میتین به خاطر کامنت های منفی که در اواخر از طرف مردم به شما میآید و درباره سریال لیلا مثبت منفی، یعنی چقدر اذیت میکنه شما را؟ غزل جان، امیال یک حرف بسیار خوب زدی، عالی زدی. اگر من جواب از او بدم بده، اما تو آزاد هستی. اگر نه به دوستان نمیتم، به دوستای خودم میتم و من به اونای میتم که نزدیک هستن. ما خواهر برشان گفتیم یا همه تو بگم بیادر گفتیم، یک مادر گفتیم، یک خاله گفتیم. خودشان میرن از به جای فکر هم به خود کامنت میتن، هم مرا بد میگن. من دروغ نمیگم چون که ما عادت ندارم. من همیشه در ولا خود من تو گفتیم حس، ما قلبم یک حس میته و داخل صد چت تو ششته باشینی غزل جان، من برات میگم که او غزل است یا این غزل است. من تو یک حس پخته دارم. بس من میدارم که خودگوی ما خیلی فامیلار نمیگم، این رفیقا دوستا رو میگم میتن. خب زیادتر مردم که هستن بد نمیگن که بی تربیه است. تو دندانه مرا میگن داد خدا است. خودم ما خدا نقشه نکردیم یا خدا نقاشی نکردیم، خودم جور نکردیم یا عمل نکردیم یا رفته دندانش ساختگی نساختمی، پیدایشی است. خداوند برام داده. من شکر میکنم در حالت. هیچ وقت ما سر خود غرور نکردیم. اگر یگان وقت به شوخی گفته باشم مقبول هستم، الحمدلله خداوند هر بنده خدا مقبول جور کرده. هیچ کس بدرنگ نیست. نام خدا خودت مقبول هستی، کامرامین ما مقبول است، در پارک هم اگه مقبول هستن. حتی که اونا رو بدرنگ میگن، من میگم از کلگی کده مقبولو است. میگن نه، میگن که قلب غریبه پولدار نداره. بله همینطور است. خب باز زیادتر مردم درک نمیکنن. خب اینم باید بفهمین که قلب فاطمه امیری را هیچ کس نداره. در سریال لیلا از کی زیاد خوشت میامد، از کی زیاد بدت میامد؟ حالا میفهمیم که کی رازگوست یا نه. باید راز بگی، حقیقت بگی، چیزی که حقیقت است باید بگی. عزیز دلم، خوش خودت میامدی چون که همه میدانن برنامه ما را ان شاء الله بنینده باشین. در اونجا من گفتم که غزل جان چقدر عادت خوب داره، یک دخترک مهربان است. گپ از بد نیست، گپ از حسودی هیچ چیز نیست. سیز غزل جانم، کس که احترام تا نداره. بله. ما بجز سلام که تزوی چیکار ندارم. سعی که خودت میفهمینه که من ساده هستم، یعنی قلب مهربان دارم. ساده نیست، قلب مهربان داری. ساده گفتن نمیشه. امی باز یگان طوره که میبینیم زیاد خدا بالا میگیرن، یک رقم میگیرن که من نمیفهمم ما در زمین افتادیم یا چی رقم. احترام یک درس نیست. بله. نشانه درس نیست. احترام میباشه، احترام که ما داریم و ادب که بر ما فامیل داده خیلی ما قیمتی است. بله. فاطمه جان درسایش در کجا رسانده و میخوای که دیگه هم ادامه بده به درسای خود یا خیر؟ 2 سال پیش صنف در رفته بودم. به خاطر مسافری مشکلات زیاد بود، نتوانستم که ادامه بدم. از مکتب خود کشیدم. بعدش من صنف آنلاین شروع کردم که در صنف آنلاین 2 سال پیش در صنف 8 شدم. 2 سال من خزایی شد. بعدش صنف 9 را خواندم. باز بعد از 9 من در بین مریض شدم، دوباره مرا از مکتب اخراج کردن. این حالا دوباره من دارم صنف 10 میخوانم. بسیار خوب. فاطمه امیری کدام دفعه افغانستان رفته؟ یعنی مثلا بسیار دوستا هستن سوال در ذهنشان میآید. بله. افغانستان رفتی یا نه؟ بله غزل جان، افغانستان رفتیم. فکر میکنم که 7 سال بودیم در افغانستان. 7 سال بودیم. 7 سال. 7 سال زندگی کردیم. باز دمی 7 سال هم قدری را یاد گرفتی؟
بله پشتو رو از افغانستان یاد گرفتیم صنفیا که داشتیم. خیر راځه لږ په پښتو خبرې وکړو چې ګورم چې فاطمه جان څومره پښتو یې زده کړې ده. نو فاطمه میری په سوشل میډیا کې ستاسو د خوښې کس څوک دی؟ ډیر زیات مطلب ستاسو خوښیږي او فالو کوئ څوک ډیر خوښوئ؟ داسې خو دا ډېر مې خوښېږي او زما پښتو خیر ده ښه لږه لږه مطلب زه دې خوښېږم او تا مې خوښېږي و هلکان که هیڅ څوک مې نه مې خوښېږي. زه د چا فین هم نه یم. اول چې زه وړکۍ وم بس یو بار مې مایکل جکسن خوښې شو. بیا د هغه نه بعد په فوتبالرز کې زه د هغه فین یم چې وایي هغه ته نیمار مې خوښېږي ورور غونده مې خوښېږي. او داسې د افغان هلکان هیڅ څوک نه خوښېږي راست وایم. او ښه مطلب په سوشل میډیا کې دغه کسان خوښېږي او په اول کې زه دې خوښ یم. مطلب زه دې په څه وجه خوښه یم؟ مطلب زما خور یې خور خو دې ما د خور په صفت خو بېشکه ستا خوښ یم. په سوشل میډیا کې چې فعالیت کوي د رسانه او اینا میره برات میگم څوک دی خوښیږي؟ دا چې داسې زه مایک اخلي تور نه سوالونه کې داسې مې خوښېږي. ښه سوالونه کوي ښه دا سوالونه د دم خوښ دي دا خپرونه مطلب استانه هم دا سوالونه وکړله کنه خوښ مې دي. ښه مطلب ته خو ما سره مطلب ډېر ټایم وشو ګورې ناسته ولاړه مطلب زما کوم عادت ستا ډېر بدې شي او کوم عادت زما ستا ډېر خوښېږي؟ هیڅ بدې عادت نه وګورم ستا باندې او هیڅ بد عادت نه لرې ښه دي ټوله بد نشته. نه یو انسان هم پوره نه وي ګوره ښه زما دماغ کله خراب شي جنګونه کومه چغې کومه زه دغه وایم غزل جان چې دی دومره عصابي کېږي او دا د یو لږه بد عادت ده ښه ده مقصد د انسانو ټول په خپل حد کې اوسیږي. بیا خب اینو داداری بگو من نفهمیدم. من نمیفهمم چرا پشتم خراب شد. خب بسیار کوچک عادت بد غزل جانی است که زود قار میشه اما من میگم این عادتش خوب است چون که باید همه گیره ده حدش بانه. اگر همه تو بی‌پروا باشی احترام کده بری بیارزشی میکنن برات. اگر داینده بخوایی از من یک چیزی بخوایی او چی خواهد بود؟ قدردانی عزت محبت خلاص. غیر از یک چیزی اگر بخوایی مثلا همیشه همراه خودت باشه اما بخیزی که بریم یک کمک بالا بریم یعنی مثال چی باشه؟ تاریکی میایه خیلی کامرامای نزدیک شما برین که ما از پشتان بیاییم. ما میخوایم که بسیار سوالای مهمی از لیلا جان داشته باشم. فکر نکنم که کسی از پشتان سوالا رو کرده باشه. اگر داینده بخوای یک چیزی از ما که از غزال نظری بخوای همراه تو باشه او چی خواهد بود؟ یعنی غزل جان تو خود چیزا زیاد میباشه در چی میگی؟ یعنی هر چیز باشه هر چیز دنیا که باشه مثلا تنها کنارم باشی رو میخوایم. خب یعنی میخوای که من در کنارت باشم. بسیار و برام قف بزنی. بسیار خوب. خدا نخواسته اگر روزی بفهمی که ما در حق تو خیانت کردیم خدا نخواسته ریاکشن تو چی خواهد بود؟ خب غزل جان ما عادت دارم حتی که به دشمنای ما سلام میتم ما هیچ چیز نمیگم خلاصه چی میکنم که سلام میتم اگر تا پیش روی محمد خدا نکنه خلاص میکنم. خلاص میکنی هیچ چیز سلام میتم نه چی بگم از گفتن ما خود چیز نمیشه بیفایده است. اگر در آینده به تو باز هم پیشنهاد سریال یا هم فیلم بیاید قبول میکنی یا رد میکنی؟ خب ما همیال یک گپ میخوایم بگم با منظرت نمی عزیزه که زیاد قضاوت بدن دارم کردن واقعا من بی اندازه جگرخون شدم اما میگن نه ارزش نداره پروایش نکو ایگنور کو. اگر من خبر میداشتم که اینا یک قیشوی بزرگ میسازن به خاطر دنداره من میرفتم در سریال پاکستانی چون که میفهمی غزل جان امیال پیش از اینکه من در سریال لیلا بیایم بر من یکی از دایرکتورای پاکستانی زنگ شنامده بود لیلا جانم تو بریم من میخواستم که در پاکستانی کار کنم چون پاکستانی چیزی است انسان به اندازه شهرت پیدا میکنه از سریال افغانی که اما من گفتم نه خیر باید کلچر افغان ما که از ادامه بدیم ما و کار کنیم با وطن خود. دوستای عزیز یک گپ که از زبان لیلا جان شاید شما فهمیده باشین یعنی لیلا جان یعنی مطلب چی است که افغانای ما انقدر به افغان خود توهین میکنه
تحقیرش میکنه، آنقدر سرش گپ میزنه که به حد، که حتی یک نفر مجبور میکنه که از کشور خود، از وطن خود دست بگیره، بره با یک کشور دیگه کار کنه، زحمت بکشه. خوب آیا به نظر شما همین کار خوب است که لیلا جان میخواد از سریال افغانی دست برداره، بره طرف سریال پاکستانی، همراه پاکستانیا کار کنه؟ کم از کم غزل جان بله. پاکستانی عزت میتن. فقط گپش این است که عزت میخواه لیلا جان، دیگه از پیش ما هیچ چیز نمیخواه. خیر همین اگه خوبی یک مثلا به کس چیز دادن نمیتونین، اما بدی خود هم ندین. اگر شما مثلا به لیلا جان گپ خوب نمیگین، خیره امی خواهش میکنم از پیشتان گپ بد هم هیچ وقت نگوین، به خاطر که ببین یک انسان آنقدر شما مجبور میکنین که سریالای افغانی را الوداع بگویه بیا طرف سریالای پاکستانی. بسیار افسوس، واقعا این گپش بسیار دردآور بود به خودم شخصا. و لیلا فاطمه درباره خود اگه دو چیز بگویی، عادت خوب و عادت بد خدا به هموطنا بگویی. خب من دو نصیحت پدر مادر ما میگم. نصیحت مادر جانم می بوده که هر غریبه میبینی برش دعا کن، و نصیحت پدر جانم که به جز پدر مادر سر هیچ رفیق اعتماد نکن. رفیقت خب ما میایم دیگه هستی خو رفیقای دو روزه خود روزه. من چند روزه هستم. نام خدا تو دیگه پایدار هستی. خب تشکر، بسیار خوب. فاطمه امیری در غذا چی را خوش داره زیاد که میخوره؟ که چاق هم نمیشه. دوستان میگه که مثلا چی میخوره که چاق نمیشه؟ من اصلا نان نمیخورم. چرا؟ من اگر یک وقت از مشکل همین یک لقمه بخورم یا یک دانه بیسکیت هم میگیرم یا یک گلاس چای از میدید خب پلاستیکی نیست. 100% گپ است. خب ما فکر کو از میگپای مردم سیر شدیم. از گپای مردم سیر شدیم. نکنین دوستا، بلیاز خدا این کارو نکنین که فاطمه جان قدر اذیت آزار شده. میریم اون اون قسمت دوستا، میریم شما هم از پشت ما بیاین دموجه دیگه. به نظرم برنامه به پایان برسانیم. چی گفتی؟ بله. چون به دوستا هم خسته کن نشه، به خود ما هم چنان دیگه. ما خوب لذت ما دادی دیگه که کامره مخفی فهمیدی. خواستم که کمک برنامه جالب بیانی از خاطر. دیگه چی گفتی؟ مقصد ما زیاد یک لقب شدم گفتم من فهمیدم. به خاطر که فاطمه جان یک عادت داره زود گریان میکنه و خفه میشه. دیدم که رنگش بخیه تو پریده و زرد شد یک قسم. از این خاطر زود گفتم که کامره مخفی است. به خاطر که بعد از وقتا من یک کامره مخفی سر فاطمه جان گرفتم. خب فاطمه جان عزیز، نه خلاص شد. چطوری پارک خوشت آمد؟ آدم خدا اولی بار آمدم غزل جان. واقعا بسیار یک پارک فوق العاده مقبول است. و کنار خودت واقعا ساعت مطیر شد. خب هموطنان عزیز، این بود برنامه امروزی ما که تقدیم شما خوبان کردیم. امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه و لذت برده باشین. باش کامرامین عزیز قدر ما را دور پیش داد بخی رقصاندی ما را. او چی میکنی؟ خب کدام پیامی داری به هموطنان؟ خب غزل جان پیام همی است که از کامنت های منفی جلوگیری کنین. بله. و هر چقدر شما میتونین هموطن خدا حمایت کنین و به خاطر موفقیت یا پیشرفتن از او قف بزنین. بله. و همیشه به هموطنای خود دعا کنین. بله. دعا خوبی کنین. تشکر. بازم خسته نشده باشی. خدا عزیزا نشده باشی. فقط یک شوخی بود. هموطنان گل ناظری می بود برنامه امروزی که تقدیم شما خوبان کردم. امیدوار هستم که لذت برده باشین و خوشم آمده باشه. تا برنامه بعدی هر جا که هستین خوش و خندان آرام باشین. الله یار نگهدار. خداحافظ.